چروک و پیری و آرایشی و بهداشتی ویتامین ها و پروتئین ها را ارزانتر از همه جا در تورنتو تقدیم شما می‌کنیم. مرکز سلامتی و طب گیاهی دایا قبول سفارشات شما از سراسر آمریکا و کانادا. تلفن 905 881 0454. دایا. و به کودکانتان بیاموزید که رودخانه ها برادران تصویر فراری در زلالی آبها در دریاچه ها از وقایع و سنن خلق من سخن میگویند. مطلبی که امروز میخوام براتون تشریحش بکنم یکی از مسائل بسیار زخم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و دوستداران طبیعت و گیاهان دارویی. کلامم را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. برای یکایک شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی و سعادت رو دارم. تلفن‌های خیلی زیادی بوده پیرامون عسل و فواید عسل، به دست آمدن عسل، فراورده‌ای که تا به حال ما فکر میکردیم که به همین راحتی به دستمون میرسیده، به همین راحتی هم تولید میشده. میهمان عزیزمون آقای حیدری هستن که در حقیقت حیدری کوچک ما بگیم، حیدری بزرگ در ایران هستن، پدر بزرگوارشون و خاندانشون. ما خیلی خوشحالیم. یعنی یکی از آرزوهای واقعا دیرینه من این بود که روزی بشه که یکی از فراورده های در حقیقت خداوند تبارک و تعالی رو از طریق تن تیوی و این تلویزیون بتونیم پخش بکنیم. به هر جهت موفق شدیم که پدیده در حقیقت این زیبا و این نوظهور رو که خداوند خودش صاحبش هست و به امر خودش این عسل تولید شد، فقط عامل در حقیقت همون زنبور کوچکی است که 10 برابر وزن خودش عسل هم میکنه و برای اینکه بتونه 1 کیلو عسل رو تولید بکنه 25,000 بار میره و برمیگرده. و جالب اینجاست که آقای حیدری، حالا سلام علیک میکنیم، بعد از سلام علیکمون و ایشون هم پیامشون رو بدن، سوال زیاده، 9 تا 10 تا سوال شده، سالها واقعا پیرامون همین مسئله است. چندین تلفن داشتم در همین هفته اخیر که اصرار داشتن که این برنامه جداً پیگیری بشه، ادامه پیدا بکنه، چون ما نیاز به اطلاعات بیشتر از این رو داریم در مورد عسل و فکر نکنیم که فقط عسل رو باید بخوریم، بلکه بایستی در موردش خیلی وسیع اطلاعات داشته باشیم. خیلی خوش آمدید آقای حیدری عزیز، سلام عرض می‌کنیم خدمتتون. ممنونیم واقعا از خودتون، از پدر عزیزتون، از اینکه دعوت تلویزیون رو پذیرفتید و اجابت کردید و ما هم خوشحالیم و شادمانیم که دوست عزیزی مثل شما رو در برامون داریم. شما لطف می‌کنید دکتر. من به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و خوشحال هستم که بینندگان اشتیاق نشون میدن برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به عسل و زنبور عسل و هدف ما هم همین ارائه اطلاعات هست که دوستان مشتاقش هستن کسب بکنن و انشالله منبع به اصطلاح قابل اعتماد عسل هم که بهشون معرفی میشه و بتونن لذت ببرن انشالله. اجازه میفرمایید که قبل از اینکه خطا شلوغ بشه من یه خواهشی دارم، مثل دفعه قبل تمنا میکنم عزیزانی که دارن برنامه رو تماشا میکنن و گوش میکنن در مورد مسائل اون بهداشتیشون یا مسائلی که مربوط به طب میشه تلفن نکنن، خواهش میکنن. اجازه بدید خطا آزاد باشه برای کسانی که میخوان روی خط بیان فقط سوالشون در مورد عسل و آقای حیدری عزیز بتونن پاسخ به سوالشون بدن. وقت از بین نره، چون وقت واقعا خیلی گرانبهاست، به خصوص در تلویزیون. میدونید هر اندازه که ما بتونیم جلوگیری از اتلاف وقت بکنیم به 2 نفر تا 3 نفر بیشتر پاسخ دادیم و اطلاعات بیشتری رو در اختیار عزیزانمون گذاشتیم. اگر اجازه بدید آقای
حیدری، من سوال اول رو انجام بدم چون سوال زیاد کرده بودن در مورد گرده گل و گرده افشانی و حتی اهمیت این که زنبور رو کدوم قسمت ها بشینه و بتونه در حقیقت این گرده افشانی رو به نحو احسن انجام بده. خواهش می‌کنم. بله، بین حشرات زنبور عسل تنها حشره‌ایه که گرده افشانی رو به نحو احسن انجام میده. حشرات دیگه مثل پروانه یا انواع اقسام زنبوراغ و غیر از زنبور عسل این روی گل میشینن برای خوردن شهد و یا به اصطلاح استفاده از گرده گل، ولی اون ویژگی زنبور عسل رو ندارن. زنبور عسل به یک گل وفاداره. وقتی تصمیم میگیره از یک گلی گرده گل جمع آوری بکنه یا شهد اون گل رو جمع آوری کنه برای تغذیه‌اش تبدیل به عسل، به اون گل وفادار میمونه. یه بله، به نوع غریزی یه به اصطلاح معیارایی برای خودش داره. معمولا در مورد عسل میزان اون شهدیه که اون گل داره، گل‌های مختلف میزان شهده‌ای مختلف دارن. مثلا گل شبدر گلیه که شهده‌ایش خیلی زیاده، میزان شهدش زیاده، بنابراین زنبور میتونه عسل بیشتری تهیه کنه ازش. گل‌های دیگه به نسبت کمتر. و زنبور اگر در یک زمان دو گل شهده‌ایشون شروع شده باشه، اون گلی رو انتخاب میکنه که میزانش بیشتره، چون میخواد میزان بیشتری عسل جمع آوری بکنه. وفاداری به اون گل، مادامی که اون گل شهد داره یا اون گل گرده داره، باعث میشه که زنبور فقط اون گلا رو ویزیت کنه. گرده‌های گل به بدن زنبور، به اون پرزاش، ماهی که رو تنش هست میچسبه و حتی اون گرده‌ها رو اگه بدونید زنبور جمع آوری میکنه و به پاهاش، به پای پشتیش میچسبونه، به صورت دونه داخل کندو میاره. همین ویزیت کردن و دیدن گلای از یک نوع باعث میشه که اون گرده که عامل باروری گل هست، عامل لقاح گله، به روی گل هم نوع خودش منتقل بشه، برعکس حشرات دیگه که ممکنه از یه گل روی گل دیگه بشه، اون باروری انجام نمیشه و حتی باد و عوامل طبیعی هم با حساب این کار انجام میشه. خیلی اون کار رو به دقت زنبور انجام نمیدن. بنابراین زنبوردارا، یعنی باغدارها، کشاورزا معمولا از زنبوردارا میخوان، البته توی ایران نه به اون صورت، ولی توی اروپا و شمال امریکا از زنبوردارا میخوان حتی زنبوراشون رو اجاره میکنن که مادامی که اون به اصطلاح درخت‌ها گل دارن، زنبور در نزدیکی اونا باشه و زنبور بتونه با گرده افشانی که انجام میده میزان محصول و کیفیت محصول میوه و بقیه محصولات رو افزایش بده. این ویژگی خاصی که زنبور داره. و مورد دیگه اینه که زنبور میتونه پرواز کنه از کندوش تا یه شعاعی رو که 6 کیلومتر هست و حین پروازش ردیابی میکنه، اون مسیر رو در واقع تو حافظش نگه میداره که وقتی میره و برمیگرده اون کلونی زنبورش رو گم نکنه، به جای دیگه نره. توی این 6 کیلومتر اون کار به اصطلاح عسلجویی و گرده‌جویی رو انجام میده، گلا رو ویزیت میکنه که ببینه کدومشون گرده مناسب دارن یا شهد مناسب دارن و توی این فاصله اگر گل ویژه‌ای وجود داشته باشه که شهده‌ای داشته باشه، زنبور فقط از اون شهد میاره، از اون گرده میاره و باعث میشه که در یک زمان ببینیم که زنبورا محصولشون متمایزه و یک نوع عسل ویژه که عسل اون گل هست بله جمع آوری بشه. خیلی تشکر میکنم آقای حیدری. سوال بعدی برم سوال نهمی رو بکنم، چون یکی از اول میگم یکی از آخر نرسیم. سوالی هستش که شکر رو در عسل توضیح بدید لطفاً و ببینیم ما عاقبت بفهمیم که واقعاً عسل شکر رو درست میکنه یا شکر عسل رو درست میکنه. ولی من عقیده دارم هیچ کدومشون، چون هیچ ربطی به هم دیگه ندارن و شیرینی عسل به هر جهت ساکاروزا داره، گلوکوزا داره و انواع و اقسام قندها رو داره و از آقای حیدری خواهش میکنم که توضیح بدن که این شبهه واقعا از بین بره. خواهش میکنم. عسل علاوه بر ویتامین‌ها و آنزیمایی که داره، املاحی که داره، مقدار خیلی زیادی شکر داره. شکر به طور عمومی و جزئی شکرهای مختلف، در واقع در عسل مقداری فروکتوز هست، قند میوه، مقداری لولوز هست، مقداری ساکاروز، مقداری گلوکوز، قندهای مختلفی هست که خب همه باعث این شیرینی عسل میشن. کاملا تلویزیون دارن نشون میدن. نشون میدن. مناسبه. ممنونیم از اتاق فرمان. بله بسیار عالی. بله. در یک قاشق غذاخوری عسل که 20 گرم عسل توش جا میگیره که یک سروینگ هست، به صورت استاندارد 16 گرم شکر هست. این شکر از انواع و اقسام شکر است. ساکاروزش یه مقدار، گلوکوزش یه مقدار و
فرکتوز و لولوزش، درصداش تقریبا استاندارده. عسلی که به زنبور شربت شکر داده شده باشه اون مقدار اون شوگر مثلا کین شوگر یا قند نیشکرش بیش از حد استاندارده. ولی همشون این 16 گرم شکر رو در 20 گرم دارن. مقدار زیادیه، برای هم خیلی توصیه نمیشه به کسایی که دیابت دارن که مصرف زیاد بکنن. مقدار مناسب و تحت کنترلش خوبه به خاطر میزان پتاسیمی که داره. سوال بعدی این هستش که ما خیلی خوشحال میشیم که اگر بتونیم یک مجموعه‌ای داشته باشیم از دیدن رقص زنبور و زنبورها. چون خیلی شنیدم، خودم در تلویزیون چندین بار دیدم، ولی خیلی دوست داشتیم که این رو اگر بشه شما تهیه بکنید و همراه با عسل‌های مختلف و رقص توضیح بدید در مورد رقصش. این رقص زنبور به چه دلیلی این کار رو انجام میدن؟ بله، زنبورای کارگر ورکر بیز وقتی به دنیا میان بعد از 3 روز این وظیفه رو اختیار میکنن. وظیفه اصطلاحاً میگن عسلجویی یا گرده‌جویی، یعنی پرواز میکنن به بیرون از کندو به محیط اطراف، مادامی که اون کار ردیابی هم انجام میدم که بتونن برگردن به کندوشون و گلا رو ویزیت میکنن، ببینن کدوم گل گرده داره، کدوم گل شهد داره و غریزتاً انتخاب کنن یه گلو. تعداد محدودی از زنبورا این کارو میکنن، زنبورای عسلجو، و اونا وقتی برمیگردن داخل کندو به زنبورای کارگر دیگه باید این اطلاعات رو منتقل بکنن. درسته. که منبع غذایی که حالا عسل یا گرده گل است کجاست به نسبت موقعیت لوکیشن کندوشون. و با یه رقص که کاملا غریزیه و خیلی جالب هم هست، این اطلاعات رو منتقل میکنن به زنبورای کارگر دیگه و اون زنبورا دیگه چشم بسته میرن به اون منطقه با توجه به اطلاعاتی که گرفتن و اون منبع غذایی که حالا اون گل هست برای شهد یا برای گرده دریافت میکنن. به این صورت هم است که اون زنبور میاد و شروع میکنه به صورتی البته به شکل 8 انگلیسی یه دایره رو طی میکنه. وقتی دایره رو تموم کرد شروع میکنه روی خط به اصطلاح مستقیم، در حالی که به اصطلاح شکمش رو میجنبونه وگ میکنه اون قسمت پشت بدنشو، یه مسیر رو طی میکنه و دوباره یک 8 دیگه میزنه، در واقع یه دایره دیگه میزنه که اون 8 رو تکمیل کنه. هر بار میرسه به اون مرکز که اون دو دایره به هم میرسن، شروع میکنه اون حرکت مستقیمش رو که با جنباندن به اصطلاح شکمش پشتش انجام میده اون رو ادامه میده. این اون جهتی که زنبور از اونجایی که شروع میکنه و به یه سمتی شروع میکنه با جنبوندن مثلا دمش و میره جلو، اون نشون میده که به اصطلاح زاویه منبع غذایی اون گل به نسبت خورشید چقدره. معمولا از رو قاب اگر نگاه کنید اون جایی که زنبورها هستن، اگر زنبور به صورت مستقیم مثلا به این سمت حرکت بکنه، معمولا خورشید در بالا هست، در واقع انگار زاویه 90 درجه داره. به زنبورای دیگه میگه که به اصطلاح گلا 90 درجه با وضعیت خورشید فاصله دارن و این کارو مدام تکرار میکنه. اون جنباندن به اصطلاح پشتش و شکمش هر چقدر بیشتر باشه، در واقع میگه مسافت بیشتره. مسافت هم در واقع با اون زبان خودش به زنبورای کارگر دیگه منتقل میکنه. زاویه به نسبت خورشید و مسافت اون منبع از کندوی زنبور. خیلی جالبه. امیدوارم که یه روزی بتونیم فیلم مستندش رو داشته باشیم در اختیار تن تیوی برای بینندگان عزیزم. برای اینکه سوال کرده بودن که پاستوریزه و غیر پاستوریزه، یعنی آن پاستورایز یا پاستوریزه بودن، این رو میتونم خواهش بکنم توضیح بدید که شاید بینندگان عزیزم و دوستانمون بتونن ازش استفاده کنن. خواهش میکنم. عسل بعد از اینکه از توی به اصطلاح اون سلولای موم از اون هانیکام خارج میشه با دستگاه به اصطلاح گریز از مرکز، بعد از یه مدت این حالت شفافیش رو از دست میده به خاطر میزان دیاستازی که در عسل هست. اون آنزیما باعث میشه که این عسل کریستالیزه میشه. همونطور که گفته شد کریستالای خیلی ریز و نرمی داره و خیلی راحت با یه حرارت کم 30 و چند درجه حرارت بدن خیلی راحت آب میشن، متفاوتن با کریستال های شکر. بعد این عسل مثلا میگیم عسل خام، عسلی که از کندو در اومده، حالا توی مومه یا از مومش خارج شده و هیچ پروسسی روش انجام نشده، هیچ کار خاصی روش انجام نشده. این عسل خام تمام ویتامین‌ها و آنزیم‌ها و مینرال‌های خود عسل رو داره. عسل 100% در واقع
عسل خام. خب ولی بعضیا این شکل دوست ندارن، شکل سفتشو، حالت شفافش رو دوست دارن، بالاخره از کامرشیالی دوست دارن که راحت اسکویز بشه و به اصطلاح استفاده بشه. بنابراین از نظر به اصطلاح تجاری یه مقدار حرارت به عسل داده میشه که این عسل دوباره کریستالاش شکسته بشه، شفاف بشه و مایع بشه، لیکوید بشه توی شیشه ریخت یا توی بطری‌های مختلف، توی ظرف‌های مختلف و عرضه کرد به مصرف کننده. این حرارت میزانش خیلی مهمه، چون همونطور گفته شد حرارت زیاد باعث میشه که کمی و یا شاید مقدار زیادی بسته به میزان حرارت از ویتامین‌های عسل، آنزیم‌های عسل کاسته بشه و اون خواص طبی عسل کم بشه. معمولا 40 تا 45 درجه سلسیوس حداقل حرارتیه که عسل تو حرارت مایع میشه و میتونه از فیلتر رد شه که به اصطلاح شکل شفاف پیدا بکنه و شاید تا 5% خواص عسل کم بشه. ولی برای اینکه اون حالت کریستالیزه شدن پیش نیاد هیچ وقت، عسل رو پاستوریزه میکنن، یعنی حرارت خیلی بالا بهش میدن، بین 70 تا 75 درجه سلسیوس، که بتونن عسل رو خیلی مایعش بکنن، بتونن از فیلترهای خیلی ریز رد بکنن، مقدار درصد خیلی زیادی از گرده گل ازش بگیرن و اون آنزیما هم از بین ببرن که دیگه هیچ وقت حالت کریستالیزه شدن پیدا نشه. ولی دیگه عسل به غیر از شیرینی باقی نمیمونه، خواص عسل از بین میره. عسل مصرف میشه، شاید گفته شده برای مثلا دردا خوبه، برای درد معده خوبه، برای اعصاب خوبه، ولی میبینید اثر زیادی نمیکنه. متاسفانه اکثر غریب اتفاق عسلایی که توی بازار هست، توی شلفا هست، عسلایی که عسلای خود زنبوردارا اینو پک نمیکنن. معمولا از زنبوردار عسل خریده میشه و با همون روش پاستوریزش میکنن، یه مقدار خواص عسل رو کم میکنن. ولی عسلایی که غیر پاستوریزه است، این عسل‌ها عسلای طبی. تشکر میکنم. سوال اینجاست که آقای حیدری، چنانچه اگر مصرف کننده بخواد اثر آن پاستورایز رو مصرف بکنه، آیا تولید اشکال میکنه از نظر حساسیت ها یا خیر؟ این رو میتونم خواهش کنم؟ بله. عسل غیر پاستوریزه چون مقدار گرده گل درش بیشتره و گرده گل مهمترین عاملیه که در عسل وجود داره و حساسیت زاست، احتمالاً عسل‌های غیر پاستوریزه بیشتر ممکنه حساسیت به مصرف کننده به اصطلاح بدن. ولی عسل‌های پاستوریزه چون از فیلتر خیلی ریز رد میشن، اون ویتامینا که در به اصطلاح گرده گل هست کاملا از عسل گرفته میشه، احتمالاً میزان حساسیت کمتری هم به مصرف کننده میدن، ولی متاسفانه خواص عسل از بین میره و کم میشه. و حتی پیشنهاد میکنیم ما که نه تنها عسل غیر پاستوریزه مصرف بشه، بلکه مقداری گرده گل هم به صورت روزانه مصرف بشه که همون گرده گل باعث میشه که بدن مقاومت پیدا کنه، مسئولیت پیدا کنه نسبت به حساسیت ها. خب بریم سر زیبایی، چون خیلی از افراد سوال کردن، احتمالاً ممکن از خود شما هم سوال کرده باشن، از سیما جون سوال کرده باشن، از منم خیلی سوال کردن که آیا محصولاتی که برای کرم و زیبایی صورت و یا پوست هست از طریق عسل ساخته میشه، آیا ما میتونیم بهش اطمینان بکنیم، ازش استفاده بکنیم یا خیر؟ نظرتون رو لطفاً در مورد این مسئله بفرمایید. خواهش میکنم. از خود ژل رویال که به وفور استفاده میشه تو که بعضی از کرمای به اصطلاح آرایشی و برای زیبایی، و همونطوری که گفتم خدمت بینندگان، دستور تهیه چند جور ماسک صورت هم موجود هست که میتونن خیلی راحت درست بکنن اونو با عسل و ژل رویال. ولی یک کرم هم هست که در واقع تقریبا تمام محصولات زنبور عسل درش هست. محتویات این کرم عسل، ژل رویال، برموم هست، پروپولیس و گرده گل بیپالن و روغن در واقع چای کوهی که همون سنت جان اویل هست که برای مشکلات پوستی خیلی خوبه. این محصول، این کرم در واقع تمام محتویاتش همش برای پوست خوبه، برای انواع اقسام مشکلات پوستی مثل اگزما و لکه‌های پوستی و چروک پوستی. این هم موجود هست، دوستان میتونن امتحان بکنن، پوست رو خیلی فرم میکنه و یه شادابی خیلی خوبی به پوست. جالبه، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. یک سوالی خودم داشتم ازتون که محصولات کندو چیه؟ یعنی خود کندو چه محصولاتی داره؟ بله. عرضم به حضورتون که عسل مهمترینشه، یعنی از نظر میزانم غالبه به نسبت محصولات دیگه. زنبور به وفور اینو میاره، از گل‌ها تهیه میکنه. بعد از اون گرده گل هست، زنبور گل‌ها رو ویزیت میکنه، گرده هاشون رو جمع‌آوری میکنه برای تغذیه خودش و
به اصطلاح تخمای زنبور عسل که برای انسان هم خیلی مفیده و اینو زنبوردارا جمع آوری میکنن، در معرض به اصطلاح مصرف کننده قرار میدن. بعد از اون ژله رویال که مقدارش کمتر هم هست و اینو زنبور مدام به طور روزمره اینو تولید میکنه و تغذیه میکنه تخمای زنبور و ملکه زنبور عسل و زنبوردارا با روشی در واقع این هم جمع آوری میکنن برای مصرف به اصطلاح بشر. برموم هست، پروپولیس که زنبور اینو از صمغ گلها جمع آوری میکنه، از اون ماده به اصطلاح طبیعی آنتیبیوتیک و چسبناک و زرد رنگی که روی گلها هست و روی گیاهان و درختها هست، اینا رو جمع آوری میکنه زنبور با مقداری گرده گل و مومی که خودش تولید میکنه، اینا رو مخلوط میکنه، برموم رو تولید میکنه که ضد عفونی کننده است، آنتی سپتیک و آنتی باکتریال نچرال طبیعیه. و موم هست که زنبور چند جفت قده ترشح موم زیر شکمش هست که با خوردن عسل در واقع این غدد فعال میشن و موم ترشح میکنن که زنبور میتونه موم بافی بکنه، اون محل ذخیره عسل و گرده گل و حتی پرورش تخم‌ها رو ایجاد بکنه توی این سلول ها. و خود نیش زنبور هم هست، اون زهریه که به اصطلاح برای دفاع از خودش در بدنش هست و به دشمن میخواد بزنه و اون اسید فرمیکی که وارد بدن میکنه، از اون حتی برای قبل از اینکه اون سلول های محتوی عسل هم روش رو با اون کپ با یه ورقه نازک موم بپوشونه، مقداری از همون اسید فرمیک و اون نیش خودش هم میذاره برای به اصطلاح پریزرو کردنش و نگهداریش برای بلند مدت و اون نیش هم خیلی مفیده. در واقع زنبور نه تنها عسل تولید میکنه بلکه ژله رویال، گرده گل، موم، برموم و نیشش هم حتی مفیده. بله بسیار عالی. من خودم یک سوال دیگه داشتم قبل از اینکه به سوال بعدی برسیم. انواع که شما فرمودید آقای حیدری، میخوام ببینم که آیا در کندو اون شانه هایی که میذارن به عنوان موم یا به صورت اینکه خانه های شیستلی باشه، آیا به غیر از اینکه خود زنبور درست میکنه، آیا خود زنبوردار هم دخیل توی این کار هستن؟ یعنی خودشون هم چیزی رو میگیرن میذارن در داخل کندو؟ یا چون من خودم خیلی دوست داشتم اینو بدونم. بله من توضیح مختصر بدم. بله، موم اصلا از طریق زنبور تولید میشه. موم مصنوعی و معدنی هم هست که شبیه موم زنبور عسل ولی متفاوته. موم زنبور عسل خوراکی خیلی خواص داره و زنبور اینو خودش مستقیم تولید میکنه. زنبور داره برای اینکه صرفه جویی بکنن در میزان عسلی که زنبور باید بخوره که بتونه اون مومو در واقع تولید بکنه، میان خود موم زنبور عسل رو در واقع بازیافت میکنن، ریسایکل میکنن. از اون موم در واقع با ذوب کردنش، تصفیهش، مجددا ورقه‌های موم تولید میکنن و اینا رو توی اون چارچوب‌ها، قاب‌های چوبی میذارن و به زنبور میدن. در واقع از خودش به خودش اساس کار، بله، از خود زنبور موم میگیرن و به خودش میدن و کار زنبور رو تسریع میکنن، میزان مصرف عسل رو کم میکنن، چون موقعی که گل شروع میکنه به شهد دادن شاید چند هفته بیشتر شهدهیش طول نکشه تا هوا مناسب گرماش و رطوبت مناسبه. اگر زنبوردار اون زمانو در واقع میس کنه و نتونه به موقع شرایط رو برای زنبور مهیا بکنه، زنبور نمیتونه عسل جمع کنه. بنابراین اون ورقه‌های موم به زنبور کمک میکنه که سریع بتونه موم بافی بکنه و اون 6 سلیا رو بسازه و بتونه شروع کنه توش عسل رو ذخیره کردن. این مومایی که زنبوردار ریسایکل میکنه خوب، خوراکی. اگه عسل با مومی تهیه کردید میتونید کل مومو بخورید، اون 6 سلیا رو، حتی ورقه وسطش یه مقدار ضخیم‌تره ولی کماکان خوبه و قابل خوردنه. ولی بعضی از به اصطلاح مؤسسات میان موم زنبور عسل با این مقدار موم مصنوعی پارافین مخلوط میکنن به خاطر صرفه‌جویی که اون یه حالت خوراکیشو از دست میده، ولی معمولا هم نمیفروشن عسل با موم. یعنی مومایی که موم خالص نباشه، پارافین داشته باشه، خود زنبوردار عرضه به بازار نمیکنن. و حتی مومای 100% پلاستیک هم هست که خب هیچ وقت نمیشکنه، همیشه باقی دیوریبل. نه، فقط اونا رو زنبوردار عسلش رو با دستگاه به اصطلاح سانتریفوژ اکسترکت میکنه، خارج میکنه و دوباره به کندو برمیگرده. جالبه. اگر اجازه بدید، چون دو تا خطمون پر بود، یکیش هم پر بود که از خط خارج شد، اجازه بدید من دو تا خط جواب بدم، بعد سوال بعدیمون انجام بدم. مرسی، خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون یا صبحتون یا بعد از ظهرتون بخیر، چون نمی‌دونیم از کجا صحبت می‌کنید. امیدواریم که
حالتون خوب باشه. اگر صدا رو شنیدید لطف کنید پاسخ بدید که ما در خدمتتون باشیم. عزیزی که روی خط هستن اگر صدای ما رو شنیدید لطفاً جواب ما رو بدید. شما روی خط هستید الان. خب برم خط بعدی رو بگیرم با ایشون چون خط قطع شد. شما روی خط هستید. سلام عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید. خواهش میکنم. دکتر روزتون بخیر. مرسی جناب، تشکر میکنم. من با عرض معذرت اشکال نداره 3 ساعت طول وقت صرف کردم با شما. تمام. آخه ما اگر تشکر میکنیم. من عارضه‌ای دارم بعد حدود 18 ماه پیش. بله. و گفتن که رفتم ایکس کردن یه توموری در روی چپ من هست طول 72 میلیمتر. عوارض جانبی هم عرض کردن شبها و کسر وزن اینا تشخیصم سرطانه، ولی خودم خود فکر کردین ترس عرضه اصلا توجه نکرد. بالاخره مراجعات زیاد و امارای و نمونه برداری ها نتونستم به من میکنن نتونستم به من میکنن. ولی من خودم با توجه که گوشخوار هستم ولی خیلی علاقه به سبزیجات و غیر و داروهای گیاهی دارم. از قبلش هم همیشه میخوردم. من بعض خوراکهای گیاهیمو توسعه دادم، دقت کردم، غذای طبیعی اینا و این متوقف شده. عاقبتا بعد از 10-15 سال آزمایش در کانادا چیز مثبتی مشخص نشد، ولی واقعیت اینه که این تومور هست. من میخواستم دیدم آیا از داروهای گیاهی چیزی میتونم استفاده کنم که این تومور به صورت اگه چربی باز بشه آب بشه یا ولش کنم. تشکر میکنم، صداتون رو شنیدم. اجازه بدید که توضیح بدم. خیلی ممنونم. مرسی. خدمتتون عرض بکنم همونجوری که عرض کردیم قبلا، چه این برنامه مربوط به در حقیقت اطلاع رسانی برای عسل و اطلاعاتی که مردم نیاز دارن داشته باشن. آقای حیدری از تولید کنندگان عسل هستن، پدر بزرگوارشون به طور کل خانواده، و من مجاز نمیدونم که در مورد بیماری شما صحبت بکنم، ولی این رو بهتون خبر بدم که در برنامه‌ای که پریسا جان تشریف میارن در مورد این مسئله صحبت میکنیم و امیدواریم که شما بتونید با دایا تماس بگیرید، شماره تلفنتون رو بذارید، ولی توضیح خواهم داد چون شما مسئلهتون درمان نیست، الان باید پیشگیری رو انجام بدید. ممنون میشم که اگر تا همین اندازه از ما بپذیرید و در برنامه خودمون بتونیم بیشتر بهتون توضیح بدیم. اجازه بدید من برم رو خط. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شما روی خط هستید چون خط داره پر میشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شما آقای کاتبیان یه سوال از حضورتون خواهش می‌کنم. سلام عزیزم. که آیا برای کمخونی و کمبود ویتامین دی و سایر ویتامین‌ها عسل کمکی به ما میکنه؟ و در ضمن من دیابت نوع دومم هستم. بله. می‌خواستم این توضیح در این مورد رابطه با عسل به من بدین، ممنون میشم ازتون. از نظر فنی آقای حیدری هستن و از نظر مسائل در حقیقت میشه گفت بهداشتی و یا درمانی یا استفاده طبیعت و گیاهان دارویی من خودم بهتون پاسخ میدم. شما اگه صحبتی دارید در مورد ویتامین ها بهشون توضیح بدید. خواهش می‌کنم. بله، مثلا عسل ویتامین‌های خیلی زیادی داره که کلا مفید هست، ولی در مورد به اصطلاح دیابت که فرمودید دارید، مقدار کم عسل مضر نخواهد بود. اون مقداری که مجاز هستید در روز به اصطلاح قندهای مختلف مصرف بکنید، عسل بهترین نوعشه برای اینکه نه تنها میزان قند مثلا به بدن میرسونه، بلکه اون ویتامینایی که عسل داره و املاحی هم که داره میتونه بهتون کمک کنه و همینطور روی به اصطلاح غدد لوزالمعده هم کمک میکنه برای تشکر میکنم. خیلی ممنونم. خدمتتون عرض بکنم برای اینکه اطلاع داشته باشید که عسل چه میزانی میتونه روی انسولین اثر مثبت بذاره و به طور کلی خودش پیوریفای میکنه خون رو. چون ما هدفمون از خوردن عسل فقط به دلیل شیرین بودنش نیست، بلکه فوایدی که در داخل عسل هست اونها برامون خیلی اهمیت داره. یکی از بزرگترین فایده‌ای که داره ویتامینش بالاست. ویتامین B12 خیلی خوب داره، B داره، B3 داره، B2 داره، B1 داره. از همه مهمتر در عمل سوخت ساز بسیار بسیار مؤثره. یعنی در واقع میشه گفت
کنترل کننده سیستم جهاز هاضمه، آنزیم های کبد و پاک کردن در حقیقت چربی از روی کبد و کلیه، به خصوص روی کلیه خیلی اثر میذاره. برای اینکه بتونید به اون مقصود خودتون برسید فقط در نظر داشته باشید زمانی که یک فردی دچار ناراحتی دیابت یا